با سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. طبق وعده که در پست قبلی خدمتتون عرض کردم، میخوام در واقع مراحل رو با هم شروع بکنیم. مرحله اول، تو این مرحله ما در واقع 3 تا تعریف دفینیشن خیلی مهم داریم که تو بازاریابی خیلی ازش استفاده میشه و یکیش هم خب خیلی شما شنیدین که من خدمتتون عرض میکنم. اولین آیتم نید یا نیازه، دومین آیتم وانس یا خواسته است و سومین آیتم دیمند یا درخواسته. این 3 تا آیتم توی یه محیطی به نام مارکت پلیس یا محل بازاریابی در واقع اجرا میشه. حالا اینا چی هستن؟ بذارین با ذکر یه مثال ساده اینو خدمتون توضیح بدم تا برامون قشنگ بهتر جا بیفته. نید یا همون نیاز. ببینید وقتی شما از صبح از خواب بلند میشین و از منزل میرین بیرون و میخوام برین سر کار یا دانشگاه یا هر جای دیگه، از نقطه آ یا نقطه که هستین بخواین به نقطه ب برین. این چیه شما رو در واقع تشکیل میده؟ این نیاز شما رو تشکیل میده. نیاز شما چیه؟ که صبح که از منزل آمدین بیرون بخواین از منزلتون به محل ب، محل کار، دانشگاه یا هر جا تشریف ببرین. این چیزی هستش که از بیس وجود انسان سرچشمه میگیره. مثال دوم براتون میزنم. شما وقتی تشنتون میشه یک نیاز درتون به وجود میاد، نیاز به رفع آتش و تشنگی. این در واقع از نهاد انسان به وجود میاد و خیلیش در واقع غیر ارادی و از به صورت غریزی اتفاق میفته. این چیزی هست که شما تو بازاریابی یا تو تعاریف بازاریابی خیلی ازش شنیدید به نام نیاز مشتری. پس مهمترین آیتم شناخت این نیازه. یک کارخونه خودروسازی چی باید نیاز مشتری چیه؟ اینی که بتونه فرد از نقطه آ به نقطه ب ببره. یه شرکت هواپیمایی نیاز مشتریشو در چی میبینه؟ اینی که بتونه فرد رو از شهر آ ببره به شهر ب. خب پس ما با نیاز آشنا شدیم و دونستیم نیاز چی هستش. بیام به آیتم دوم، وانت یا خواسته. خب حالا این مشتری ما، این فرد میخوادش که جابجا بشه. به چه صورت جابجا بشه؟ با خودروی شخصی، با حمل نقل عمومی، با هواپیما بین 2 تا شهر؟ به چه صورت؟ این چیزی هستش که باید تولید کنندگان، کسانی که خدمات یا کالا رو تولید میکنن بهش پاسخ بدن. همکاران من، بازاریاب ها میان چیکار میکنن؟ میان به افراد یا گروه های منتخب یا اجتماعات مراجعه میکنن و ببینن وقتی افراد نیاز به جابجایی دارن، ما برگردیم به همون مثال جابجایی دادن، چجوری باید جابجا بشن؟ باید به خودرو شخصی جابجا بشن. من کارخونه خودروسازی میبینم که افراد میخوان از یک نقطه به نقطه دیگه برن. خب پس من بعد براشون خودرو در واقع طراحی و تولید بکنم. پس این خواسته مشتری من خودروساز باید در واقع برآورده بکنم. پس این مرحله هم رد میشه. حالا ما بعداً شاید در آینده این مراحل خیلی بیشتر بخوایم فوکوس بکنیم، ولی قسمت مهم داستان دیمند یا درخواست مشتریه. اون تقاضای مشتریه. مشتری چه تقاضایی داره؟ آیا تقاضاش میتونه برآورده شه؟ اینجاست که در واقع گره کار مشخص میشه. فردی که نقطه آ به نقطه ب میخواد بره و شرکت خودروسازی موضوع رو میدونن و براش خودرو طراحی میکنن و خودرو رو میخوان بهش بفروشن، آیا اون مشتری میتونه خودرو رو بخره؟ آیا از در واقع توی بودجه خانوارش گنجونده این خودرو رو؟ اینجاست که در واقع گره کار بازاریابی شروع میشه که شما چطوری در واقع درخواست رو به تقاضا ربط بدی. یه تقاضای وجود داره، مشتری چیزی رو طلب میکنه، حالا درخواستی داره در واقعش. آیا این درخواست برآورده میشه؟ به چه طریق برآورده میشه؟ آیا میتونه مشتری در واقع اون درخواست رو از شما تهیه بکنه؟ به چه طریق؟ و داستان‌های دیگه. حالا تمام اینا کجا اتفاق میافته؟ تمام اینا جایی به نام مارکت پلیس یا اون مجموعه یا اون منطقه بازاریابی اتفاق میافته. ما تو شهرمون برای جابجایی از یک سری حمل و نقل استفاده میکنیم. اگه بریم توی شهرهای کوچیک و روستاها از یه سری وسایل دیگه ممکن استفاده کنیم. اگه بریم توی شهرهای خیلی بزرگ ممکنه تعداد تنوع وسایل حمل و نقلمون خیلی فرق بکنه. اینجاست که در واقع این 3 تا آیتم میره تو دل اون محل بازاریابی میشه، محل که ما میخوایم روش کار رو انجام بدیم بشینه. پس برای اینکه شما بتونید محصولتون رو به صورت مناسب برای مشتری هدف که بعدا من خدمت توضیح میدم در واقع طراحی و تولید بکنید، باید این 2 تا آیتم اول رو خیلی خوب بشناسین،
از مشتری مخاطبتون، سگمنت بازار که بعداً توضیح میدم کدوم بخش بازار هست رو هدف گذاری کنید و اینکه بتونید به نحو احسن به تقاضای اون پاسخ بدین. اینجاست که یه خود کار سخت میشه. اینجاست که در واقع شرکت ها میان تو بحث تولید محصولات لاکچری و میگن این محصولات ما خودرو ما مثل BMW و مرسیدس بنز برای افراد خاص در واقع تولید میشه، یا شرکت هایی میان به سمت تولید خودروهای اکونومی یا در واقع اقتصادی مثل کیا موتورز یا مثلا تویوتا. حالا داستان های خود جو پیچیده میشه، من نمیخوام سرتون درد بیارم، ولی فقط همین داشته باشین که این سه تا دفینیشن، این سه تا تعریف خیلی مهم هست که شما بتونید اون محل بازار و مشتریان در واقع هدف خودتون رو شناسایی کنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون.